بالاترین مقام زنی که بشارت میتیند به پیسر عادی نه، پیسری که پیامبر خدا هست. بالاترین مقام از حضرت بی سارا اسحاق علیه السلام تولید شد. بابای پدری حضرت یعقوب، بابای حضرت یوسف، شعیب، هارون، موسی، داوود، سلیمان، زکریا، یحیی، عیسی علیه السلام از این مادرمان هستند، از بی سارا هستند، اما پدر یک هست. و از اسماعیل که مادرش بیش 21 بیش هاجره هست، یگانه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و دیگر یک داغ روزی که در ایام تولید حضرت رسول اکرم و با قامت امیر قصه میکنیم و دعا میکنیم. شما الحمدلله از زبان اهل علما خدا نگهبانشان باشد شنیدگی هستین که عصری که حضرت رسول اکرم تولید شد، چلی که مولوی اشاره کرد، تمام بیدادی ها در اطراف این مکه دور میزد. بعد از حضرت عیسی علیه السلام 580 سال نماینده از جانب پروردگار نآمد. مردم به تمام بی‌حیاگی، بی‌ادبی، ظلم و ستم و رذالت دست میزدند. و بالاخره این حبیب پروردگار به دنیا آمد. وقتی که 2 ماه در بطن مادر آمینه بود، پدرش عبدالله در سن 25 سالگی خب در مکه در مدینه منوره به هلاکت رسید. و حضرت رسول اکرم در این بطن مادر بوایه می رسید. همون عصری که اگر دخترچه تولید می شد، سرکرده های مردم قریش باید این دخترچه را زنده در خاک می کردند. عبدالمطلب بابای حضرت رسول اکرم رئیس مکه بود. چند مراتب حلقه های در مکه را گرفتگی به سوی الله دعا کرد، گرچه که اینها مشرک بودند اما خانه را خانه خدا می دانستند. باری حلقه های در دستش گرفت و دعا کرد، ای صاحب خانه، تو که میدانی من رئیس خانه تو هستم، نشود مرا شرمنده کنی که کلین من دخترچه تولید کند؟ نشود من شرمنده شم. ابی لهب شما میدونین عمک حضرت رسول اکرم از خیش و تبار دشمنی رقمی 1 حضرت رسول اکرم این ابی لهب بود. یک غلام زنانش گفت در وقت ساعت تولید آمینه برای خانه کنار آمینه توقف کن. با مجرده که آمینه اگر دخترچه تولید کنه از اون نپرس، این دخترچه را در یک خیقه پیچانده گرفته بیا که زنده در گورش کنیم که شرمنده نشیم. همین مادر در اضطراب بود که در بطن او چی هست. فلما وضعت امه صلی الله علیه و سلم ارسلت الى جد عبدالمطلب انه قد ولد لك غلام. از این سخن این خلاصه می شود که همین دعوای عبدالمطلب، دعای عبدالمطلب به خاطر ترس دختر بود. قد ولد لك غلام، به تحقیق ای خسور، ای عبدالمطلب، ای پدری شهبر، من برای تو پسرچه تولید کردم، آرام باش، نترس، دخترچه نشد. فاتاه دوان آمد عبدالمطلب خانه آمینه، فنظر الی، نگاه کرد، در حقیقت بچه است. فحمله، در دستان این طفلک مبارک برداشت، فدخل به الکعبه، وارد بیت الله شد، فسماه محمدا، نامش گذاشت محمد. کان هذا اسم غریب، این اسم در دنیا نبود. از آدم علیه السلام تا حضرت رسول اکرم در دنیا کسی نام محمد نداشت. فتعجب منه العرب، عرب تعجب کردن، گفتن عبدالمطلب، همین نام مبارک، این قدر نام زیبا را تو در فرزندای خودت نگذاشتی که ما باید پیشتر حلاوت ببریم؟ عبدالمطلب گفت نمیدانم این آواز، این صدا و این نام از کجا در زبان من آمد. این زنی که پشتی در آمینه می ایستاد و دید که پسر چه شده است، تازان خانه مولاش رفت، خانه ابی لهب رفت، گفت مولا در خانه عبدالله پسر چه تولید شد؟ گفت راست میگوی؟ گفت قسم بلا تعزاد، نعوذ بالله، با خداهای کلانی که اونا خدا نبودن، بزرگ نبودن.
همون خداهای خودشان قسم خورد. ابیلهب گفت اگر در خانه عبدالله پسر شده باشد تو آزاد. این زن حیرت زده شد. از شما نگاه کنید، پیش از این پیامبری خدا، پیش از این طفلک محبوب در مردم قریش با عبدالمناف خیلی کودکچه ها تولید شدن. از آنها اگر کسی خبر میداد سیونچی میگرفت، حیده میگرفت، با مکافات نایل نمیشد. چی شد که در این وقت در این کودک کسی نمیدانست این پیامبر است؟ این زن آزاد شد. این حیرت زده شد، گفت تو راست میگوی مولا، به خاطر این پسرچه آمینم آزاد؟ گفت تو آزاد بسیار خرسندم کردی. شما نگاه کنین، کناری نام محمد، کناری جسم محمد، کناری سنت محمد کسی الحمدلله نزدیک شود، محبت کند، الله براش مکافات هم در دنیا و هم در آخرت میتید. این زن چند قدم میرفت و قفا نگاه میکرد، باوری نداشت که آزیبا فریاد میکنه، از سخنش برمیگردد. بالاخره الحمدلله این زن آرام آمد به خانه آمینه، با چاکای این تفلک رو میبوسید، میگفت ای تفلک تو چی کس هستی؟ تو چی خوش قدم هستی که به خاطر قدم تو من آزاد شدم. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق این امک یک حدیثی گفت این وعده پروردگار است. این مرد، این ابیلهب، با تمام دردهای وزنینی که گوش ناشنوا هست با اون بلاها گرفتار شد، پیشا پیشی مرگ، حتی به نزدش نزدیک شده نمیتانستند، جان از دست داد. پایانتر جسدش یک چکری کندند با چوبی دراز، از دور تیله داده در درونی همون چکری غلطانده و بالش از دور سنگ پرتافتند. اما حضرت رسول اکرم گفت این در تمام اگر وادی های دوزخ، در کجایی که خداوند این را مقام داده باشد، اگر در پستی های دوزخ هم اگر باشد، شدت ترین عذاب پروردگار اگر بالاش باشد، همین 12 ربیع الاول روز تولید پیامبر، از یکی سری انگشت های دستش آب شیرین میمکد و مینوشد و کمی استراحت میکند. به خاطر همین زن را آزاد کردن و به خاطر تولید این پسرچه خرسندی کردن، الله تعالی دشمن دینی مبین اسلام را در برابر حبیب خودش خرسند کرد. بارک الله. امروز باید نسب پیامبر را فراموش نکرد. کسی که امروز الحمدلله همینجا نشستگی را اگر کسی را بگیم خب امتی کی هستی، میگه امتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این خیلی ادعا داریم باید سنت پیامبر را داشته باشیم. الحمدلله صحبت پیامبرانه داشته باشیم. به چی خاطر؟ به خاطری که خداوند چی گفت؟ استعیذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس. بهترین امت با کلمه امت الله ما را منت میکنه. به خاطر این مرد بزرگوار هست که شما امتی این شدین، بهترین مرد شدین. برای چی؟ اخرجت للناس، اختیار کرده شده، برگزیده شده، گرفته شده، تعیین شده از برای ناس، از برای مردم. باید امتهای محمدی امروز اگر در دنیا 8 میلیارد انسان باشد، 1 میلیارد و 800 میلیون ادعای امت محمدی دارند، اینا موظفن که 6 میلیارد و 200 میلیون دیگر را با زبان فصیحی نوازش پیامبری الحمدلله پند و اندرز و نصیحت کنند. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است، گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. الدین و النصیحه. حضرت رسول اکرم با نصیحت خوب از خاندان خودمان، از دیار خودمان، از نسل و نسب خودمان باید که بی‌طرف نباشیم. همیشه الحمدلله حق گو باشیم، همیشه نصیحتگر. این در ذمه اهل علما و خطبا نیست. کسی که ادعای پیامبری دارد، سنت پیامبر همیشه سخن فعل قول خوب بود، این را باید فراموش نکنید. الان الحمدلله ماه مبارک موالید پیامبر هست. هر کسی الحمدلله وقت و ساعت ندارد. هر کسی که کدام وقتی دارد در خانه با دست جمعی فرزندکان یک طعام آراسته کند، خودی به خودی. الحمدلله همتان از سیره پیامبر ما خبر دارین. یک قصه، یک حدیث
یک خدمت الحمدلله حضرت رسول اکرم برای ما کردگیره، برای فرزندکا باید تلقین کنیم. فرزندکا الحمدلله از این پیامبر ما و شما الحمدلله آگاه باشند و ما وظیفه پدر و مادری خودمان الحمدلله اجرا کنیم. هر کسی که از مرد مسلمان پدر هست، مادر از فرزند داره، این دو نفر الان ما در خانه ای که هستیم، کلانای این خانه مدیر این دانشگاه هست، این خانه نیست. هر یکی ما و شما انا همین خیلی یک کلبه کردیم و کسی را انتظار هستیم یا کجا رفتن را انتظار هستیم. برادر عزیز، این خانه فقط خانه احزان است. وعده خدا که به نزد خدا ما مرگ میگیم، این مرگ نیست، یعنی به پیش پروردگار رفتن است. مفهوم مرگ همین است، مفهوم موت همین است. ما را الله انتظار است باید از این دانشگاه این فرزندک های یکتا پرست باشند، دوستدار تمامی فرستادگان الله باشند و ایمان داشته باشند، با ادب و اسلوب ایمانی و مسلمانی یک به نزد پروردگار از این دانشگاه شناخت الله را داشته باشیم و حضور پروردگار بریم. این زن و مردی که پدر و مادر قرآن اینها را گفت، اینا مدیر و مدیره هستند، رکتور این دانشگاه هستند. خوشا آن پدری که، آن رکتری که، آن مدیری که الحمدلله صاحب قرآن است، قرآن را خوانده میتواند، احادیث حضرت رسول اکرم را شرح کرده میتواند، فهمانده با زبان مادری تاجیکیش. و الا در محشر خدا بسیار مجازات میشیم. ادعای مسلمانی دارد، ادعای پدر و مادر دارد، قرآن را خوانده نمیتواند. حدیث های حضرت رسول اکرم را از یاد برآورده است. این را مدیر و این را پدر و مادر گفتن بسیار مشکل است. و این خاطر الحمدلله این